سلام. سلطانی هم دانشجوی ارشد مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد تهران شمال. ارائه که حالا در نظر داریم اینو صحبت بکنیم یک سروی در مورد اه، میکرو سرویس هایی که توی یک در واقع سیستم آرکیتکچر میشه استفاده کرده و اون حالتی که به عنوان سروی میاد اینا رو به صورت ترید آف بررسی میکنه و از نظر یک سری صاحب نظرها یک سری ادوانتیج و دیس ادوانتیج رو میاد مطرح میکنه. چیزی که بسیار مهم اینجا داره در واقع به چشم میخوره اینه که دو تا از سیستم آرکیتکچر های مهم رو اینجا میاد در موردش صحبت میکنه، چالش های مایگریشن بینشون صحبت میکنه، اینکه سیستم آرکیتکچر یک نسبت به سیستم آرکیتکچر دو بهتره یا نه میاد در موردش بیشتر موضوع رو باز میکنه و در نهایت هم میره توی حالت پترن دیزاین که مثلا هر پترن دیزاین چه ویژگیهایی داره ولی توی سرویس خاص در مورد اون پترن دیزاین رو صحبت میکنه. مقاله مال سال 2023 هستش، کیوانه و با تشکر از سه مرد سافتور انجینیر در واقع مطرح شده توی این مقاله که صاحب نظرهای این در واقع رفرنس هستن. مارتین فولر یک بریتیش سافتور انجینیر، سم نیومن یکی از بزرگترین آرکیتکچر انجینیرهای دنیای سافتوره، بعد دیوید پارناس هم توی سیستم های امنیت و اینکه یک سیستم سافتوری داشته باشیم امنیت رو تو تمام لیرها بتونیم احساس بکنیم. یکی از بزرگترین نظریه ایشون بوده که از سال 2003 مطرح شده و موضوعایی که مثلا در مورد میکرو سرویس و مقایسه های مثلا سیستم های مونولیت و میکرو سرویس هم مطرح شده از مارتین فولر و سم نیومن ما به جا داریم. یه چیزی بسیار بزرگی که این مقاله مطرح میشه اینه که میان بررسی میکنن، میگن که یه سری ترمینولوژی ها و یه سری مفاهیم رو همیشه به جای همدیگه استفاده میکنیم. از اول تا آخر مقاله در مورد این صحبت میکنه. اصلا اول میان در مورد سرویس آرکیتکچر اکتیویتی صحبت میکنن، میگن اصلا این یعنی چی، این در مورد چه چیزی داریم صحبت میکنیم، داریم وقتی در مورد آرکیتکچر میریم جلو چه فعالیتایی رو شامل میشه. از سمت چپ ما آرکیتکچر کانسرن ها رو داریم، تمام اتفاقاتی که قراره توی سافتورمون بیفته رو به عنوان نگرانی هایی که روی سیستم داریم، اون موضوع هایی که روی سیستم، اون تاپیک هایی که روی سیستم باید بررسی بکنیم و توی قسمت آرکیتکچر کانسرن حساب میکنیم. بعد از اون دامنه ای که داریم تو لیر دو کار میکنیم مهمه، چون اگه ما دامنه مشخصی داشته باشیم میتونیم از یه سری فیچرها و اتریبیوت های اون دامنه توی سیستم خودمون استفاده بکنیم، البته توی سیستم آرکیتکچر خودمون استفاده بکنیم. بعد ادامهش میاد در مورد ریکوایرمنت ها صحبت میکنه که بارها بیان میکنه که ما اگه ریکوایرمنت فانکشنال ریکوایرمنت ها رو نداشته باشیم هیچ وقت نمیتونیم نان فانکشنال NFR ها رو نان فانکشنال ریکوایرمنت ها رو روشون وضع بکنیم. حتما باید یک فیلی توی سیستم اتفاق بیفته، حالا اون فیل به سرعت بستگی داره، امنیت بستگی داره، اویلیبل باید باشه، ریلایبل باید باشه، اینتراپراتبل باید باشه با سیستم های دیگه. اونو توی NFR مون مشخص می‌کنیم، چیزی که بدیهی هم تو مهندسی نیازمندی هم توی در واقع آرکیتکچر انجینیرینگ بسیار مطرح میشه. بعد از اینکه حالا نیازمندی‌های ما کامل شد، نوبت به این میرسه خب ما یک ارزیابی رو اون آرکیتکچری که قراره استفاده بکنیم و در نهایت ولیدیتش میکنیم که این آرکیتکچر بعد بره تو مرحله دیزاین، پیاده سازی. بارها اشاره میکنن که در واقع سیستم آرکیتکچر با آرکیتکچر پترن و سیستم دیزاین و دیزاین پترن متفاوته. اینا هر کدوم میان از همدیگه جدا میکنن. خب آرکیتکچری که ما در مورد سیستم آرکیتکچر صحبت میکنیم با اون ارگانیزیشن آرکیتکچر وابسته هستش. سیستم آرکیتکچر که تعریف میکنیم کاملا میتونه رو ارگانیزیشن هم تاثیر داشته باشه. به این صورت که تو این مقاله میاد دو تا از سیستم آرکیتکچر رو بررسی میکنه که مایگریت کردن از یکی به یکی دیگه به چه صورته، چه مزیت‌ها و معایبی داره. از اون سمت هم میاد روی در حقیقت آرکیتکچر پترن صحبت می‌کنیم. میگم همیشه آرکیتکچر پترن رو جای دیزاین پترن ما استفاده می‌کنیم و دیزاین پترن رو روی سیستم آرکیتکچر استفاده می‌کنیم. وقتی داریم روی در واقع آرکیتکچر پترن صحبت می‌کنیم یعنی اون ارتباطی که بین المان‌ها قرار اتفاق بیفته از چه نوعیه. از نوع مثلا سرور تو سرور کالینگ که معمولا از پروتکل RPC ریموت پروسیجر کال استفاده می‌کنن که مثلا یک تکی به اسم مثلا گوگل RPC هستش، GRPC هستش. از اون سمت
ما چیز دیگه ای داریم به اسم در واقع کلاینت سرور که مثلا از روش REST API صحبت میشه که یک سری کلاینت این زیرن و یک سری سرور اون بالا که بر اساس یک سری اند پوینت هایی به اسم مشخص میان اینو با هم دیگه روابط برقرار میکنه و اطلاعات خودشون رو دریافت میکنه، یعنی درخواست رو ارسال میکنه، ریسپانس رو دریافت میکنه، بر اساس ریکوست ریسپانس اینا کار میکنه. این میشه این آرکیتکچر پترنی که توی سیستممون، اون سیستم آرکیتکچری که میخوایم تعریف بکنیم. حالا نوبت پترن دیزاین اون میشه. چرا؟ چون که دیگه ما المانمون رو مشخص کردیم، روابطشون رو مشخص کردیم، کانسرنامون رو مشخص کردیم، کانسترینمون، قید و بندایی که وجود داره رو مشخص کردیم. حالا نوبت اینه که چیکار بکنیم؟ بیایم روی دیزاینمون، یعنی دیزاین که مرحله بعدی قرار داره. این اشتباهی که بعضی وقت ما دیزاین پترن هامون رو جای به قول معروف آرکیتکچر پترن هامون می‌بینیم و آرکیتکچر سیستم آرکیتکچر رو لول دیزاین و سیستم دیزاین هم خب دیگه بستگی به استک هایی که ما از اینفراستراکچر داریم تا اپلیکیشن. این بارها توی مقاله مرور میشه به عنوان ترمینولوژی صحیح ازش استفاده میشه. دیزاین پترن هم خب مشخصه. وقتی که ما آرکیتکچر مشخصی داشتیم بر اساس یک الگوی طراحی باید اون آرکیتکچر پیاده سازی بکنی. تو مرحله پیاده سازی، تو مرحله طراحی هستش که ما میریم سراغ این که مثلا چه پترنی رو استفاده بکنیم، مثلا از پترن دی استفاده بکنیم، پترن های اگریگیتور ها استفاده بکنیم الی آخر. حالا اینو در مورد اینو صحبت میکنه. حدود 18 تا در حقیقت پترن رو بهش اشاره میکنه، اما چیزی که تو این ارائه داریم 3 تا از پترن های مهم رو در واقع در موردش توضیح میدیم. بعد روی استایل ها کار میکنه. خب استایل هم در واقع هم آرکیتکچر استایل سیستم آرکیتکچر میشناسن. دو تا از مهمترینشون مونولیتیک و میکرو سرویس هستش. مشخصه مونولیتیک یک برنامه فکر کنید توی دایرکتوری تمام برنامه‌ها ریخته شده و میکرو سرویس یک برنامه جداگانه ای هستش که بسیاری از ویژگی‌ها رو داره، مثل separation of concern که در واقع SOC separation of concern میشه. یعنی اگه من یک برنامه رو از یک جایی جدا بکنم هیچ اختلالی به سیستم های دیگه، به اون اپلیکیشن های دیگه، به اون سرویس های دیگه ایجاد نمیشه. و خب مشخصه دیگه، نگاه کنید توی استایل مونولیتیک ما یک بیزینس لاجیکی داریم که این دایره هایی که هست به صورت جداگونه است و یه دونه برنامه است 3 تا دایره توشه. این اتفاق در واقع ما مشخص می‌کنیم برنامه‌ای که به محض اینکه اجرا میشه محاله که آرکیتکچر نداشته باشه. وقتی بسم الله رو میگی و یک سیستمی رو اوکی میکنی، این بیزینس لاجیکی هستش که مثلا اون دایره ها یه سری سرویس های پیمنت و یوزر هستش، یه سرویس دیگه داریم که مثلا بررسی پروتکل های مختلفی که دیتا بگیره از یه جایی، یا مثلا یه سرویس استریم رو مثلا تصور کنیم مثل نتفلیکس که چندین تا لیر داره و این لیرها تو یه بیزینس لاجیک قرار میگیرن و در نهایت همه این بیزینس لاجیک با یه دونه دیتابیس ارتباط برقرار میکنه. از اون سمت یه سری سرویس داریم که این سرویس ها هر کدوم دیتابیس های خودشون رو دارن، ماژولاریتی بسیار بالاتری دارن و از اون سمت سرویس ها کاملا جداگونه از هم هستن. حالا یه سری مزایا داره، یه سری معایب داره هر دو تا این سیستم آرکیتکچر ها. یک پوینت آف ویو دیگه داشته باشیم که خود مقاله اینا رو میاد بررسی میکنه، میگه ما پرزنتیشن لیرمون اگه توی مونولیتیک باشه یه بیزینس لاجیک داریم که مثلث دایره رو یه دونه پنج‌ضلعیه که یه دیتا اکسس DAL داریم، یه دیتا اکسس لاجیک داریم که اون معمولا ریپوزیتوری‌ها و دیتابیس هایی میشه که ما استفاده میکنیم. از این سمت این مونولیتیک هستش. توی سمت بعدی که سمت راستش هستش میاد میکرو سرویس آرکیتکچر برای میکنه. میگه ما یه یو آی داریم، بعد روی یو آی ممکنه یو آی دیگه داشته باشیم که داره از سرورهای مختلفی استفاده میکنه، از سرویس های مختلفی داره استفاده میکنه و این سرویس ها توی لیر دیگه هستن که هر کدوم از این سرویس ها دیتا ریپوزیتوری خاص خودشون دارن، حالا به صورت سنترالایز ولی دیتابیس های خاص خودشون دارن. این میشه پوینت آف ویویی که حالا مقاله به عنوان یه شیپی در نظر گرفته که مونولیتیک رو با میکرو سرویس آرکیتکچر اکتیویتی داره مقایسه میکنه. حالا چه زمانی ما میایم از مونولیتیک استفاده میکنیم که این برامون ضرر داره و مزیتش ساده ترین حالت اگه بخوایم بگیم اینه که هزینه کمی تو پیاده سازی داره که شروع میکنیم به نوشتن انگار همه برنامه توی دایرکتوریه و این برام سادگی اینو داره که میتونیم از این برنامه تو جاهای دیگه هم استفاده بکنیم. چه جای خطرناک؟ چه جایی که NFR هایی مثل availability و reliability interoperability میان در واقع مطرح میشن. تقریبا میشه گفتش که همه NFR ها، همه نان فانکشنال ریکوایرمنت ها میتونن توی در واقع بیزینس لاجیکی که کلا به صورت مونولیتیک پیاده سازی شده باشه
دخیل باشن و یک سری عیب توی اون سیستم آرکیتکچر ایجاد بکنه. همچین بیزینس لاجیکی رو در نظر بگیریم، یه چیز شلوغیه که مثلا چندین تا سرویس، چندین تا API، نه تنها API داره بلکه سرور ساید رندرینگ داره که یه برنامه کلاینت داره از این تو بالا میاد، همه این برنامه روی یه دیتابیسه. و این اتفاق، حالا ما پوینت اف ویو اینطوری که داریم یه سیستم بررسی می‌کنیم روی سرور، قرار نیستش که ریپلیکیشن اینا رو مطرح کنیم. فقط الان داریم یه لاجیکی بررسی می‌کنیم که یه سرویسی وجود داره که مجموعه از سرویس‌ها داخلشن، با یه دونه دیتابیس هم ارتباط داره. خب این سرویس چرا بده؟ زمانی که کانکشن بین دیتابیس قطع بشه کل سرویس‌ها دانن. زمانی که دیتابیس از بین بره، دیتابیس اتک بخوره، دیتابیس دان بشه، مثلا دیتابیس رو با داکر آوردیم بالا، دیگه الان بالا نیست، کل برنامه زیر سوال میره و هیچ کدوم از سرویس ها کار نمیکنه. موقعی که این کوچولو کوچولو سرویس ها از کار بیفتن داخل اون سرویس بزرگ، این کوچولو کوچولو اپلیکیشن ها از کار بیفتن، در نهایت باعث میشه که ممکنه ساید افکتی داشته باشه، یه تأثیر داشته باشه رو بقیه فرآیند سرویس ها و سرویس های دیگه درست نتونن کار بکنن. پس یکی از بزرگترین رسالتاش که اویلیبیلیتی، اسکیلیتینگ، ریستارت و دیگریدیشن زیر سوال میره. چرا؟ چون که ما گفتیم که اگر یه مثال بسیار بزرگ وجود داره که مثلا اگر تو این اتاقی که من نشستم مثلا کولرش خراب بشه، آیا این اتاق دیگه میبندیم؟ نه، اینطوری نیست. اجازه میدیم که تو این اتاق رفت آمد بشه، از کتابخونه استفاده بشه، از تخت استفاده بشه، از سیستماش استفاده بشه، ولی فقط کولرشه که خرابه. ما نمیایم کل در واقع کلاس رو، کل اون اتاق رو به خاطر مثلا یه خراب بودن کولرش یا خراب بودن مثلا پنجرهش تعطیلش بکنی. دگریدیشن همینه، اینا تنزل دارن. یعنی اگه یه سیستمی قطع بشه نباید تاثیر داشته باشه روی سیستم دیگه. این باعث میشه که اختلال تو سیستم‌های دیگه ایجاد بشه، اختلال تو سرویس‌هایی که به هم دیگه وابسته هستن بشه. خب اینجا ما مثلا پس برامون هیچ اهمیتی نداره که اون سیستمی که داریم پیاده سازی می‌کنیم سایزش مثلا در حد 20 نفر باشه که مثلا دارن از اون در واقع سافت استفاده میکنن، یا به عنوان چه میدونم مثلا متا، اینستاگرام مثلا اینا رو پیاده سازی بکنیم. پس برامون این مهمه که چقدر بخوایم اویلیبیلیتی داشته باشیم، چقدر بخوایم ریلایبیلیتی داشته باشیم. بر اون اساس میایم روی اون آرکیتکچری که میخوایم فرصت میزنیم، مطالعه میکنیم و حالا نوبت پیاده سازیش. یه چیزی که مثلا هوریزونتال، ورتیکال، در واقع کانتینریزیشن کردن و اون اسکیلینگ، اون کاری که به اشتباه یا درست معمولا توی سیستم های مونولیتیک اتفاق میفته، که برای اینکه های اویلیبیلیتی رو تضمین بکنن 3 مورد اومده اینجا بیان شده. یکی هوریزونتاله، یکی ورتیکاله، یه دونه کانتینر کردن. حالا اینا یعنی چی؟ چرا با هم میگیم هوریزونتال؟ ببینید اینا تکنیک‌های اشتباهی نیستن، اینا تکنیک‌هایی که دارن استفاده میشن. مارتین فولر میگه که اینا واقعا تا قبل از 2017 2013 که مطرح بشه یک سیستم آرکیتکچری وجود داره که همه چی میشه ماژول کرد، سرورها میتونن با هم دیگه صحبت بکنن، یک بروکری اون زیر وجود داره که اینا با هم دیگه تبادل اطلاعات مرتبط به هم بکنن و اینا کاملا نسبت به هم دیگه مستقل باشن و هر کدوم دیتا ریپوزیتوری خاص خودشون داشته باشن. یک سری هستن که هنوز تو سال 2024 و الی آخر از سیستم های مونولیتیک استفاده میکنن، ولی اینا به خاطر اینکه اسکیل کردن روشون اپلای بکنن، یا میان هوریزونتال کار میکنن که میان همون اپو، همون برنامه‌ای که به صورت مونولیت اومده بالا رو میان در حقیقت چیکار میکنن؟ میان 4 تا اینستنس ازش میگیرن، از پروسس هایی که داره انجام میشه 4 تا اینستنس توی وب سرور میگیرن و از طریق اون وب سرور میان پروواید میکنن. حالا این چه مزیتی داره؟ نه تنها اویلیبیلیتی در حقیقت پایین سیستم های مونولیتیک، سیستم آرکیتکچر مونولیتیک رو پوشش میده، بلکه اگه یک سرویس اینستنسش دچار اشکال بشه مشکلی نداره. اون سرویسی که حالا اینجا IIS میتونه آپاچی باشه، ممکنه انجینیکس باشه، اون میاد کاور میکنه روی در حقیقت سرویس اینستنس بعدی و همینطوری بعدی اگر کار بیفته سومی و اگه سومی اگر کار بیفته چهارمی. ولی یک کس اینجا باید وجود داشته باشه، یک متخصص اینفراستراکچر باید وجود داشته باشه که اون پروسسی که داره انجام میشه الان قطع شده رو بیاد درستش بکنه، که اگه این یه حلقه کامل داره سیستم اویلیبیلیتیش دان میشه، بره به مرتبه از اینستنس یک شروع بکنه به صرف کردن اون برنامه‌ای که وجود داره. یه ورتیکال اسکیلینگ، ورتیکالی، اون هوریزونتالی بود و این الان ورتیکاله واقعا. خب ما این سیستم رو چجوری میبینیم؟ میگه که خب ما هر
در واقع اپلیکیشنی که به صورت مونولیتیک اومده رو دو مرتبه 4 تا اینستنس میگیرم، با این وجود، با این تفاوت که توی iOS یا مثلا آپاچی نیست. هر کدوم iOS یا بهتر بگیم دیگه وب سرویس خودشون دارن. هر کدوم توی iOS اومدن بالا، هر کدوم توی یه دونه انجینکس اومدن بالا. یه اصلا میشه گفتش که همون اپ انگار 3 بار داره توی پورت های مختلف سرو میشه. مثلا همین آموزشی‌ها رو تصور کنید، 3 بار آموزشی‌ها رو آوردن بالا روی پورت های مختلف 8001 8002 8003. حالا اینجا یه سیستم دیگه ای جرم اویلیبیلیتی نداشتن اون در واقع ورتیکال رو در نظر میگیره و اونم اینه که در حقیقت اون لود بالانسر میاد تو سیستم میشینه و اگر سرویسی روی پورت خاصی مثلا از کار افتاده باشه روی پورت دیگه فوروارد میکنه. یا بهتر بگم اگه ترافیک بین سرویس 1 و سرویس 3 زیاد باشه، سرویسی که در واقع یوزر بعدی ریکوستش هدایت میشه سرویس 2 هستش، سرورهای 2 هستش که اپ‌های مختلفی دارن و اینا هم روی پورت‌های مختلفی اکسپوز میشن. یه اسکیلینگ دیگه هستش که کانتینریزه کردنه. خب این کانتینرها دقیقا از اون زمانی به وجود اومدن که داکر به جای وی ام به عنوان یه سوپروایزر توی سیستم اومد و دیگه به عنوان اینکه کاملا ایندیپندنت نسبت به به یک هاردور و سافتور هم با ورژن مشخصی میتونه روی یک او اس مشخصی شروع به کار بکنه و به قول معروف به برنامه سرو بکنه. این هم دقیقاً مثل روش قبلی که برای اسکیلینگ استفاده میشد، با این تفاوت که شما دیگه یه کد داشتین، یه دونه کانفیگوریشن داکر داشتین که فقط کافی بود یه بار بیاریم بالا و روی سرویس های دیگه، روی کامپیوترهای دیگه یا همون کامپیوتر روی پورت های مختلف اون داکر رو 3 بار اینستنس بگیریم که اگر اولی قطع شد دومی اینو بیاد در حقیقت ادامه بار پردازشی رو در نظر بگیره که معمولا ما خودمون توی سازمانی که مثلا کار میکنم دقیقا همینه. یعنی یک سیستمی که مثلا یه چیزی حدود 3K مثلا یوزر داره، ریکوستاش من فکر می‌کنم در روزی چیزی بالای 1 میلیونه، دقیقا داره به همین اساس کار میکنه. چندین تا سرور اون بالا وجود دارن، یک سرویسی پایین وجود داره، یه داکر پایینه، بقیه‌شون داکرها بالا و اگه این داکر از کار بیفته فوروارد میشه رو داکرهای بالاتر و هر داکری خودش به صورت مجزا اون برنامه رو کاملا اجرا میکنه و کلا روی دیتابیس ارتباط دارن. یعنی همه اون سرویس ها با این یه دونه سرویسی که اون پایین روی دیتابیسی ارتباط دارن. این باز خب یه روش اسکیل کردن که مطرح دائما تو سازمان‌ها، تو ابعاد مختلف، تو اپلیکیشن مختلف استفاده میشه، ولی توی سیستم‌های مونولیتیک، یعنی ما مونولیتیک اگه بخوایم در اسکیل بکنیم، نهایت کاری که میتونیم بکنیم اینه من اگه خیلی انجینیرینگ مثلا منحصر فردی اجرا بکنیم تو همین قضیه، ولی هزینه بسیار زیادی داره، اینفراستراکچر بسیار قوی رو ما باید مورد نظر داشته باشیم. اما سافت آرکیتکچر، سرویس اورینتد آرکیتکچر 4 تا ویژگی داره که لوزلی کاپل و ریوزابیلیتی، پلتفرم ایندیپندنس و کامپوزیبیلیتی هستش. همه اینا مشخصه. لوزلی کاپل یعنی اینا اینقدر تو، حالا ما میگیم سرویس اورینتد بشه یعنی چی؟ یعنی سرویس ها از همدیگه ایندیپندنت بشن، سرویس ها از همدیگه جدا بشن، اون دایره ها، اون اپلیکیشن ها همشون یه سرویس های جداگونه منحصر فرد خودشون بشن که دیتا ریپوزیتوری خودشون داره. این باعث میشه خب سریعتر اون سیستم بفهمی، سریعتر بتونی درستش بکنی، دیباگش بکنی، سریع آپدیتش بکنی. اگه یه قسمت پیمنت فقط مثلا مشکل داره، نیاز به مثلا دیپندنسی اینجکشن داری، مثلا به دیپندنسیش رو آپدیت بکنی، فقط سرویس پیمنت تو دست میزنی. سرویس یوزرها، سرویس سبد خرید، سرویس چه میدونم فیوریت غذاها، اینا هیچ کدوم از کار نمیافتن، فقط سرویس مورد استفاده ای که برای پیمنت داره آپدیت میشه. و در نهایت NSF نان استاپ فورواردینگ بسیار سریعتر مهندسی شده تری خواهید داشت. اگه یک سیستمی یک پیمنت سرویسش کار نکنه، خودش کار نداره. من 2 تا پیمنت سرویس در نظر میگیرم، یه پیمنت سرویسی که تمام امکانات داره، یه پیمنت سرویسی که فقط میشه باهاش پرداخت کرد، لیترالی فقط یه چیز ساده ای رو پیاده سازی کرد. اگه پیمنت سرویس اول کار بیفته مشکل نداره، اون پیمنت سرویس دوم میاد بالا، یعنی دگریدیشن ما در نظر میگیریم که این تنزلی که اتفاق میفته کل سیستم رو دان نکنه، اول اون قطع بشه و یک سیستم جایگزین داشته باشیم، یا آلترناتیو داشته باشیم. اسکیلیتینگ در واقع ریستارت داریم انجام میدیم با این کار. حالا یه ریوزیبیلیتی، مجدد استفاده کردن اون ماژولا، یعنی اگه هر کدوم از ریز میکرو سرویس ها رو اگه بخوایم در نظر بگیریم، میشه مثلا قسمت پیمنت یا اکانتینگ سیستم رو بردارن ببرن توی اکانتینگ سیستم دیگه پیاده سازی بکنن، فقط کانکشن ها باید متفاوت بشه. اینجاست که سپریشن اف کانسرن، جدایی پذیری توی سیستم بالاترین حد خودش رو داره.
پلتفرم ایندیپندنس، یعنی اینطوریه که اگه شما یه سرویسی رو داری میاری بالا، الا نمیخواد با پی اچ پی لاراول باشه. یه سرویسی که مثلا مخصوص به پیمنت چون به سرعت بالایی نیاز داره، میتونه با زبان گولنگ باشه. یه سرویسی که نیاز به پردازش سریعتر داره، یه خورده قابل فهم باشه، میریم با راست می‌نویسیم. یه سرویسی که قراره مثلا یوزرها رو بگیره به نمایش بده، یه سری لیست در واقع گت بکنی، آپدیت بکنی، اونو مثلا میریم با پایتون می‌نویسیم. نگاه کنید از سه تا پلتفرم، سه تا زبان مختلف توی سه تا سخت افزار مختلف میتونم اینا رو استفاده بکنم. یعنی سرویس ها هر کدومشون میتونن توی سرویس سرور دیگه ای باشن، یعنی اصلا با هم دیگه کاملا میتونن جدا باشن از هم دیگه. بستگی به سخت افزار خاصی هم نداره. یه کامپوزیبیلیتیه که همون جنبه ریوزیبیلیتی رو در واقع در پی داره. اینا اینقدر سرویس ها دیگه به صورت مستقل میشن که قابلیت این دارن تو اون حوزه، تو اون کانتکستی که داریم سیستم رو دیولپ میکنیم، تو یه اپ دیگه تو همون حوزه بیایم در واقع اینا رو انتقال بدیم. یکی از بزرگترین مزیتایی که توی سرویس اورینتد آرکیتکچرهای به اسم ماکرو سرویس یا میکرو سرویس میتونه استفاده بشه. سرویس کامپوزیشن دقیقاً همینه. ما میگیم که مثلا یه سیستمی داریم، یه اکانتینگ سرویسی داریم که مثلا مثلا میخوایم برای اسنپ فود استفاده بکنیم. ما اگه پیمنت سرویس درست حسابی نوشته باشیم، میتونیم همون پیمنت سرویس رو بریم تو اون اسنپ فود استفاده بکنیم. مثلا ما خودمون توی سرویس مثلا فروش کتاب کار میکردیم، حالا ما میخوایم اون پیمنت رو ببریم توی اسنپ فود، دقیقاً همون رو میبریم، کانکشن عوض میشه و یه سری ارتباطات داخلی شد. زیاد چیز دیگه بدنه کار، بدنه سرویس عوض نمیشه، لاجیکش عوض نمیشه، همون مبلغ داد بره همون درگاه. کدوم رو انتخاب میکنیم سوال غلطیه که همیشه توی پروژه پرسیده میشه که معمولا به دو تا چیز بستگی داره. یه پروژکت ریکوایرمنت، پروژکت کانسترین، یعنی یه سری غیربندی که تو سیستم وجود داره که ما بر اساس اون باید تصمیم بگیریم، و یه سری ریکوایرمنت ها، نیازمندی که تو سیستم تو پروژه وجود داره. و اینطوری نیستش که من از میکرو سرویس استفاده میکنم، نه، ما نیازمندی ببینیم، نیازمندی پول داریم، نیازمندی زمان داریم، نیازمندی های مختلفی داریم که اگه اون اتفاق بیفته، اگه زمان مناسبی داشته باشیم، قطعا اون چیزی استفاده می‌کنیم که ماژولاریتی بالاتری داشته باشه. اینکه بگیم مونولیتیک بهتره یا در واقع میکرو سرویس، کاملا وابسته به این دو تا پارامتره. یه سری مزیت معایب دارن دیگه. خب هر سیستمی که استفاده می‌کنه، خب الان ما روی هزینه‌هاشون می‌خوایم، روی مزیت معایب هزینه‌هاشون می‌خوایم صحبت بکنیم. میکرو سرویس که وقتی میاد بالا، کاست بسیار زیادی تو اون زمانی که داریم بسم الله رو میگیم سیستم رو میاریم بالا، و اون باعث میشه که واقعا خب سیستم ها چون متفاوت، کانفیگوریشن پیچیده‌ای داره، تقریبا میشه گفتش که همه فکر رو باید مهندس شده باشه تا بتونی اون سیستم رو بیاری بالا، و ریسورس های زیادی داری، علم زیادی باید در واقع مطالعه بکنی که تو بتونی اون سیستم رو بیاری بالا، تجربه بسیار بالایی میخواد. و در لانگ ترم بسیار هزینه‌ها به خاطر این دیپندنت بودن سرویس‌ها پایین میاد و خطر بسیار کمتری توی سیستم‌ها احساس می‌کنه که اگه بخواد یه سرویسی زبونش عوض بشه، با هزینه کمتری واقعا این کارو می‌کنه. ولی توی مونولیتیک شروعش کاملا با هزینه پایینه، یعنی با کمترین هزینه میایم مونولیتیک رو انجام میدیم و در سریع‌ترین زمان میتونیم سرویس‌ها رو ارائه بدیم. اما در لانگ ترم چیز بسیار بزرگی که توی لانگ ترم برای ما ایجاد میکنه هزینه بالاییه که مثلا اگه بخوایم مایگریتی انجام بدیم، اگه بخوایم زبونی عوض بکنیم، اگه بخوایم یک آپدیتی انجام بدیم، اگه بخوایم یه NSF یا نان استاپ فورواردینگ تو سیستم داشته باشیم، واقعا هزینه رو به صورت صعودی به صورت میتونه لگاریتمی افزایش بده. و وقتی هم سیستم بزرگ میشه، هزینه‌اش هم زیادتر میشه دیگه. یعنی نیاز به آموزش بیشتر داره، نیاز به نگهداری بیشتری داره. چرا میگم آموزش؟ چون ممکنه نیروی جدیدی که میاری رو اون سیستم کار بکنه، خب تنهایی نتونه، واسه نیروی دیگه نیاز داری که همزمان رو سیستم بخوان کار بکنن، تداخل‌های خاص خودش رو داره و منیج کردن این جریان خیلی میتونه در آینده مشکل باشه. و دیباگینگش هم گفتم دیگه، تو لانگ ترم واقعا سخت تره. یه مشکلی ایجاد بشه بعد کل سیستم رو بگیریم شخم بزنیم. مونولیتیک یه سری پراس داره، کانس داره که تو اسلاید قبل گفتم به قدری ساده است که همون اینیشیال کاستی که داره اینقدر پایینه، همون سری میتونیم تو ده دیگه یه سرویس کامل بیاریم بالا. پرفورمنس، همه برنامه توی پروسس انجام میشه، هیچ برنامه‌ای توی سخت افزار خاصی نیست، همه توی این کامپیوتر است و کد ریوزش خب به نسبت ساده تره، چون که همه برنامه‌ها توی دایرکتوری از هم میتونیم کپی کنیم تو جای دیگه. ولی تو مثلا توی در عوض بخواید معایبش نگاه کنی، اصلا اسکیپ ایشیو داره و این اصلا نمیتونه تو همون جریان لانگ ترم در واقع بهتون کمک میکنه این سیستم واقعا کار بکنه. یعنی سیستم که واقعا کار میکنه، اگه هی گسترش پیدا بکنه، یواش یواش بعد مارکت بشه روی مونولیتیک، روی سرویس های میکرو.
و از اون سمت هم گفتیم مینتیننس و نگهداریش های واقعا غیر قابل در واقع تحمله و فلکسیبیلیتی بسیار پایینی داره. ممکنه اویلیبیلیتی و ریدابیلیتی تو مرز خطر قرار بگیرن به خاطر اون دان تایم هایی که اتفاق میفته تو کل سیستم و تاثیر داره به کل سرویس ها. بعد در آینده خب گفتیم که مثلا تو یه هفته یه سرویس میاره بالا، ولی در آینده بخواید نیروی اضافه بکنید یا نیروی کم بشه، اینا دیولپمنت تایمش بسیار طولانی‌تر میشه و تکنولوژیش گیر میکنه توی یه چیز. یعنی اگه بخوای از پایتون استفاده کنی دائما از پایتون استفاده کردی، اگه بخوای چه میدونم از گو استفاده کنی دائما از گولنگ استفاده کردی. اینطوری نیستش که مثلا وریتی تکنولوژی‌ها و زبان‌های برنامه‌نویسی و فریم ورک ها رو توش نگاه کنی. در مقابلش ماکرو سرویس همون چیزایی که اون نداشت و این داره تو پروسس، تو کانسش هم دقیقا همون lack of knowledge و lack of experience و باید همیشه تو لرنینگ کرو باشیم اون اتفاقا بیفته. و اتفاقی بزرگی که میفته چالش کردن توی منیج کردن مانیتور کردن، چون سرویس ها پراکنده میشن، هر کدوم باید منیج بکنیم که یک مانیتورینگ روی سرویس های مختلف داشته باشه. به خاطر همین یه سری ارائه دهنده‌ای مثل اسنپ، تپسی، دیجیکالا دائما روی سرویس های در واقع مانیتورینگ این سرویس ها کار میکنن. یعنی یه سری سرویس هایی می‌نویسن که سرویس ها رو مانیتور بکنن. خودمون به نسبت کار دشوار و در واقع پیچیده‌ایه. بعد پیچیدگی واقعا افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون که وقتی که اونورم پیچیدگی افزایش پیدا میکنه در یه سینگل کد و اینور داره در حقیقت ایرور تریسینگش، چون هر کدوم از برنامه‌ها توی جایی هزینه زیادی باید بدی که تستش بکنی و البته تست کردنش به نسبت مونولیتیک خیلی راحت‌تره. اینم یکی از مزایاش. اورهد نتورکش ممکن زیاد باشه و اونور در واقع دیتا اپلیکیشنش ممکن ما وقتی که از در واقع به ازای هر سرویس مثلا هر سرویس ها میتونن دوگانه، سه‌گانه یا تکی باشن، به ازای هر سرویس میایم دیتا ریپوزیتوری دیتابیس خاص خودش استفاده میکنیم. این خاص خودش استفاده کردن در آینده مشکل به وجود میاره. چرا؟ چون که ممکنه اون دیتایی که دقیقاً اونجا توی سرویس الف می‌خواستیم تو سرویس ب هم دقیقاً دوپلیکیت و برای هر کدومشون دیتابیس‌های جداگانه‌ای در نظر گرفتیم. ولی خب انسجام فانکشنالیتیش بسیار بالاست، فلکسینگش بسیار فلکسیبیلیتیش بسیار بالاست، خیلی راحت میشه اسکیلش کرد تو سیستم‌های دیگه و خیلی راحت میشه به سیستم‌های دیگه ارجاعش داد. یه بحث بسیار 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 مهمی که وجود داره رابطه بسیار نزدیک سیستم آرکیتکچر با ارگانیزیشن آرکیتکچر هستش. وقتی که ما سیستم آرکیتکچر ما انتخاب می‌کنیم مونولیتیک، یه سیستمی داریم که یه اپلیکیشن دیزاینرها هستن، دیتابیس تیم هست، ریلیز تیم هست و کوالیتی اشور هستیم. ولی وقتی ما همون میایم تو سیستم‌های میکرو سرویس نگاه می‌کنیم می‌بینیم که به ازای هر سرویس ما اون نیروها رو به صورت جداگانه داریم. یک سری دیولپر فقط برای اکانتینگ سرویس داریم، ریلیز و دی بی ای و کیو ای کار همه‌شون تو اکانتینگ و این با مثلا قسمت پیمنت و فیچر تیم اینا کاملا متفاوتن. پس رو ارگانیزیشن هم تاثیر بسیاری داره. پترن هایی که خیلی زیاد صحبت میکنه که بعد از اینکه آرکیتکچر انتخاب میکنیم اینی که وارد دیگه سافتور میشیم، دیگه سخت افزار و اینفراستراکچر رو رها میکنیم و روی این بحث میکنیم که این سرویس ها چجوری میتونن با اون ریسورس هایی که دارن در ارتباط باشن. اولیش که بک اند فور فرانت پترن بسیار ساده است. یک سری سرور و API ما درست می‌کنیم که دیگه تنها روی یک برنامه وب نباشه، برنامه موبایل بخواد استفاده بکنه، رزبری پای بتونه بهش بسته بفرسته، سنسورهای مختلف بتونن بهش بسته بفرستن الی آخر. یعنی بک اند فور فرانت اندش عملاً فرانت اند لیترال نیست، میتونه انت برنامه دیگه باشه که به صورت API داره با زیر ساخت BFF داره کار می‌کنه، با اون پترن BFF داره کار می‌کنه. و شیرد دیتا میکرو سرویس دیزاین هستش که ما حالا براوزر رو به عنوان یک کلاینت تصور کنیم که یه سری API اکسس داریم که این API اکسس ها در حقیقت همشون روی دیتا ریپوزیتوری کار میکنن، به جای اینکه به ازای هر سرویس دیتا ریپوزیتوری متفاوت داشته باشیم. این خیلی خب ساده است. این فرستایش فقط یه دیتابیس آوردیم بالا، به همه سرویس ها فقط آدرس اون دیتابیس و کانکشن استرینگش رو دادیم و از اون سمت هم سرویس ها خب میتونن به صورت جداگانه کار بکنن ولی همه سرویس ها روی دیتابیس هم. باز اینجا اگه یه دیتابیس از کار بیفته سرویس دیگه مختل میشه سرویسش. و اگریگیتورها هستن. اگریگیتور هم دقیقاً مشابه اون تمام توضیحاتی که دادیمه که یک کلاینت وجود داره بر اساس API های مختلف بر اساس یک مدیریتی که یه ارکستریتوری داره انجام میده که کدوم تسک کی انجام بده، کدوم ریکوست کجا علم ببره. به ازای هر سرویس هم یه سری ریپوزیتوری کاملا مستقل وجود داره و این سیستم کاملا سیفیه. اگه مثلا آرتیست میکرو سرویس از کار بیفته، آلبوم و سانگ کما سابق دارن از در حقیقت سرویسشون استفاده میشه کرد و هم دارن ادامه کار میکنن.
یه چیز بسیار مهمی که اینجا وجود داره اینکه سرویس‌ها چجوری میتونن با هم دیگه صحبت بکنن. مثلا شما یه اعراض هویت یه جا انجام میدین و خب این اعراض هویت باید پخش بشه. یعنی اون توکنی که داری نه تنها باید اکانتینگ داشته باشه، بلکه باید پیمنت هم داشته باشه. خب این توکن کجا میشه ریخته بشه؟ ما دو تا صف داریم، یعنی یه صفی به وجود میاد که بین سرویس ها میشینه و هر چی دیتا بیاد به سرویس اون سرویسی که میخواد میره از اون صفحه برمیداره. اون توکنی که به نظر برای احراز هویت میره تو اون صفحه وای میسه و سرویس الف ب ت، بعد اون وسط مثلا سرویس ب میاد از اون در واقع توکن استفاده میکنه. دو نوع ما صف داریم. صف ادرس مسیجینگ کیو پروتکله که انواع اقسامش مثل رابیت ام کیو و کافکا وجود دارن که خیلی ساده دیتا توشون ریخته میشه. هر سرویسی میتونه نظرش اون کانکشن رو در اون استریم پایپلاین رو مانیتور بکنه، اون دیتایی که میخواد از توش برداره. هیچ لاجیکی هم توش نمیشه در نظر گرفت. ولی ما وقتی از ESP استفاده میکنیم یه سری در واقع بروکرایی هستن، یعنی انترپرایز سرویس باس، واقعا مثل یه اتوبوس میمونه، مثل جریان سیستم عامله که وقتی یک دستوری یک فراخوانی داره انجام میشه، یه سیستم کالی داره توی سیستم عامل انجام میشه، مثلا از سطح یوزر مود تا کرنل مود یک سرویس باسی وجود داره که اون کار رو انجام میده، اون پیام رو میفرسته. این هم دقیقا همینه. وقتی که میخواد اون اطلاعات ارسال بشه، وقتی میخواد اطلاعات توی یک استریم پایپلاین ارسال بشه، نه تنها اون استریم پایپلاین مثل مسیج بروکر عمل میکنه، بلکه یک سری لاجیک هایی میتونه توش پیاده سازی بشه. اون لاجیک مثلا نورمالیزیشن بین سرویس هاست، دیتا ها رو دستکاری بکنه، دیتا ها رو بهتر بکنه، سریالایز کردن دیتا فقط تو اون بروکر انجام میشه. پس تفاوت AMQP با ESP اینه که تو ESP تو انترپرایز سرویس باس ما میتونیم یک در واقع صفی داشته باشیم که توش میشه لاجیک وضع کرد، ولی توی مسیج کیوینگ پروتکل اصلا اینطوری نیست. فقط دیتا رو تو استریم ارسال میکنه و هر سرویس مورد نیازش باشه برش میداره. ارکستریتور میخوان قطعا وقتی ما از سرویس های در حقیقت میکرو سرویس استفاده میکنیم، از اون میکرو سرویس میایم سیستم آرکیتکچرمون رو میبندیم، خب یه کلاینت اینجا وجود داره که بر اساس یه API گیتوی داره یه سری ریکوست ارسال میکنه. ما باید چند تا API تعریف بکنیم، ما باید به هر سرویس چند تا API داشته باشیم. بعضی از شرکت‌ها و بعضی از دیولپرها این کارو میکنن، اما درستش اینه که هر کدوم از سرویس‌ها رو توی مثلا بر اساس داکری آوردیم بالا و هر کدوم توسط یه دونه در واقع، یعنی کل اون سرویسایی که با داکرهای مختلف اومده بالا توسط یه ارکستریتور مدیریت میشن. به محض اینکه ریکوست روی API گیتوی انتقال داده میشه، اونجا ارکستریتور وظیفه داره که بگه این ریکوست باید به کدوم میکرو سرویس بره که اون API رو کال جواب بده و ریسپانسش رو بهش برگردونه. این کل اون سیستم اورینتد سرویس اورینتد آرکیتکچری هستش که به طور کلی توی این مقاله مورد تعریف قرار گرفته و کاملا best approach for your system میتونن مورد استفاده قرار بگیرن. خیلی ممنون که ارائه من رو شنیدید. موفق باشید.